توجه میکنیم اکنون دوستان عزیز با قوازمایی دوری دویومی رقابت‌های وزنی تا 81 کیلو اکمال مرادوف استادی ورزش درجه بین‌المللی پهلوان خلعت سفید داشته بسیار حریفش صاحب تجربه است دیوید فرانک. این چهره را البته همگان خیلی خوب میشناسند. در سیاره در رده‌بندی مقام چهارم را اشغال میکند با 5056 امتیاز. اکمال الدین از قامت بالا از بالا داشتن کمربند حریف البته اینجا هم شاید یک نیروی دیگر برایش کمک کند. بسیار مبارزه میبرد، باز هم از بالا داشتن برایش بسیار مفید است، اما هر دو از میدان بیرون شدند. و در مورد دیوید فرانک البته هنرش رو که در تبلیسی در مسابقه گران-پری سال 2019 برنده مدال طلا و مسابقات دیگر رو هم خیلی موفقیت 5056 امتیاز. این بار دیگر از آن دلالت میکند که دیوید در سیاره هم نفر چهارم محسوب می‌یابد و امروز هم یکی از چهره‌های سرشناس مدعی برای زینه‌های افتخاری همین وزن است. اکمال الدین مرادوف با این البته هراس ندارد، جرأت مهارت خود را باز میخواهد که بهتر و جالبتر نشان دهد. پهلوان 23 ساله جمهوری تاجیکستان و در مسابقات قهرمانی جهان هم در توکیو در یک دور زود بود. اندکی دیگر اگرچه این مورد این لحظه که باز هم شاید پهلوان جوانی ما هم نیرو و قوه و هنر خود را هم دوچار نشان دهد. حالتی که باز هم حرکتی دیگر با تخت پوش بسیار هم وضعیت پرتری رو باید زود برطرف سازد، زود چون که تجربه ما در حالت پرتری خیلی نگران کننده است. 1.5 دقیقه برابر هنرنمایی را اکمال مرادوف پس سر کرد. 973 امتیاز دارد اکمال مرادوف. در مسابقات قهرمانی جهان هم در یک دور آزاد و در دوره دوم هم باز خیلی بسیار اصول دوست داشته اکمال الدین مرادوف است. کشاله کرده باز هم به سمت چپ و راست حرکت کردنش اینجا هم باید داور را به طرف نگذارد. بله شیدا واقعا هم این پهلوان جوان کشور در مقابل این چهره سرشناس سیاره خوب ایستادگری میکنه. خیلی هم بهتر. باز هم اکنون باز یک جرأت دیگر، یک متانت دیگر این چهره اصیل رو میبینیم. واقعا هم در رده‌بندی اگر موقع 53 رو هم اشغال کند، اما در مقابل این چهره سرشناسی رقم 4 سیاره برابر نیرو میسنجد. توجه میکنیم اکنون به ادامه زورآزمایی پهلوان تاجیک اکمال مرادوف، برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا میان جوانان در رشته جودو، استاد ورزش درجه بین‌المللی. یک حرکت دیگر رو باز هم جذب کردن، نزدیک آمدن، اما هر دو هم زود از میدان بیرون شدن. اصلا میگویم ناوابسته از آن نتیجه که این زمان ما توجه داریم، حالا برابری رو مشاهده میکنیم. پهلوان 23 ساله تاجیک بسیار جسارت میکند. دیوید نفر سرشناسی جودوی سیاره مقابل پهلوان تاجیک کار را هم سامان نمیدهد. 1.5 دقیقه پس سر گردید. دویمین شیدو با پهلوان تاجیک داده شد و سزاوارانه مبارزه بود. واقعا هم توجه میکنیم باری دیگر، چون شیرعلی بازارو یکی از مربیان جوانی که اکمال رو بیشتر تربیت داده است و در این جاده هم یک هنری شایسته اکمال حالا پیش نظر میرسد. 1 دقیقه و 12 ثانیه دیگر امکان نمیدهد که این چهره سرشناسی سیاره البته به آسانی موفق گردد. از بالا داشتن برای اکمال بسیار سازگار است. مساعد از حرکت کی خیلی تکیه کننده به همان امتیازی به ما لازمه و حالت را اکنون ببینید که چگونه به وقوع پیوست. عمل اینجا ابتدا از جانب اکمال بود، خواست که پرتاب به اینجا انجام دهد، اما این رو داوران ایپان به گذاری کردند و واقعا هم باعث تأسف در این لحظه که اندک باز هم همان پرتاب و همان حرکت قوه‌ای حتی دو چند و سه چندی دیدید در ادامه نیروسنجی
баръало мушоҳида гардид ва аз истифодаи усули худ Акмал ноком шуд.